اساسهای حکمت و خیرت. سیاره زمین را خداوند در کمال کامل آفریده است و آن را برای زندگی انسان مهیا نموده است. در آفرینش آن هیچ گونه نقصان وجود ندارد. همه شرایط ضروری برای زندگی، رشد انسان و ادامه نسل بشر در آن فراهم آورده شده است. انسان می توانست در این جهان در صلح و آسایش، عدالت و خوشبختی زندگی نماید. اما با وجود این در حیات انسانیت یک مشکلات بزرگ وجود دارد. این مشکلات نه در زمین بلکه در خود انسان است. این مشکلات جهالت یعنی نادانی روحانی انسان است که ریشه همه بدیها و مناسبت های انسانیت می باشد. جهالت کمبودی عقل و ذکاوت نیست، آن آسیب عمیق روحانی، تیرگی شعور و گم شدن راه حقیقی زندگی می باشد. جهالت در آن ظاهر می گردد که انسان آفریدگار خود را درست نمی شناسد و به هدایت او عمل نمی کند. از همین نادانی روحانی، خودفریبی، دروغ، ناآگاهی از قانونهای الهی زندگی و ندانستن حقیقت هستی سرچشمه می گیرند. جهالت همچون در بیهوده گذرانیدن عمر و بیهوده زیستن افاده می یابد. آن انسان را از شناختن نیکی و بدی باز می دارد و او را به راه کارهای نادرست می برد. جهالت در کبر و غرور، بی‌ایمانی، خودپرستی و فراموش کردن آفریدگار نیز ظاهر می گردد. همه این پدیده ها از نادانی روحانی انسان سرچشمه می گیرد. آیا برای اثبات این حقیقت دلیل دیگری لازم است؟ تمام تاریخ انسانیت و زندگی امروزه جهان خود گواه آن است که بی‌ایمانی، سستی اعتقاد، تعریف حقیقت و نادرست درک کردن خدا سبب دور شدن انسان از راه راست گردیده است. از همین سبب امروز انسانیت با جنگ ها، خونریزی ها، زوراوری، بی‌عدالتی، رنج و عذاب و دیگر فاجعه ها روبرو شده است. همه این نتیجه جهالت یعنی نادانی روحانی انسان می باشد. در حالتی که خداوند زمین را برای زندگی آسایشته با عدالت و خوشبختانه همه آدمان آفریده است، چرا انسانیت به چنین حال رسیده است؟ پاسخ این سوال را در قسم دوم خواهید یافت. حکمت را نه هر کس صاحب می شود و آن را با پول هم خریدن ممکن نیست. اگر می خواهید راه حکمت و خیرت را بشناسید، به صحیفه ما عبور نشوید. تگمچه پدپسات را زیر نمایید و در تگ آن نشانه زنگوله را پخش نمایید تا ادامه این سلسله را از دست ندهید.